سلام عشقا، چطورید؟ آقا چه خبر؟ مرسی از این همه انرژی و هم دردی که با هم میکنین. من خسته و کوفته در حال چیدن خونه، فعلا یه ذره ویور نشونتون میدم. خواستم بگم که تنها کسی که از جریان محدث و شاهین خبر نداشت من بودم، چون هم محدثه میدونست هم شاهین میدونست. تنها کسی که نمیدونست این وضعیت و سوخ شد من بودم و واقعا حس بدی داشت. چون ازم پرسیده بودین که حس چی بود و اینا، حس پوچی داشتم واقعا و خیلی داشتم اذیت میشدم. و کارگردان که تخت محدثه رو صاف گذاشت کنار من، رفتم بالا پرنجون نگاه میکنم به تخت، گفتم اوکی حالا درک میکنم که قرار روزای آینده رو اینجوری بگذرونم. یعنی که صبح پاشم اولین نفرمون رو ببینم آخرین نفرمون رو ببینم، کلا بعد منم تپش قلب دارم دیگه، هی پنیک میشدم، تپش قلب بالا و داستان.